جزئیات تازه‌ای از عملیات کشتن قاسم سلیمانی رو در بغداد منتشر کرده. گفته شده در این عملیات آمریکا با نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و اقلیم کردستان عراق همکاری داشته. در این گزارش گفته شده واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق در ارائه اطلاعات محلی و شناسایی قاسم سلیمانی کمک کرده. فرودگاه بین‌المللی بغداد، آخرین ایستگاه قاسم سلیمانی. آرامش آخرین ساعت شب زیاد طول نخواهد کشید. منطقه جنوب شرق فرودگاه بسته شده. روی زمین 3 تیم نیروی دلتای ارتش آمریکا با لباس کارمندان فرودگاه مستقرند. 3 تیم تک تیرانداز در فاصله 550 تا 820 متری محل اصابت موضع گرفتند. یک عضو واحد ضد تروریسم کردستان مسیر و سرعت باد را برای تک تیراندازها اندازه می‌گیرد. در آسمان 3 پهپاد آمریکایی بدون صدا بر فراز فرودگاه گشت می‌زنند. همه چیز آماده رسیدن قاسم سلیمانی است. پیش از پرواز از دمشق به بغداد، سلیمانی 3 بار سیم کارت تلفن خود را عوض می‌کند. اسرائیل شماره‌های تلفن سلیمانی را در اختیار آمریکا گذاشته. هواپیمای سلیمانی با چند ساعت تأخیر راهی عراق می شود و کمی پس از نیمه شب روی باند فرودگاه بغداد می نشیند. چند عضو دیگر واحد ضد تروریسم کردستان نقش هدایت هواپیما روی باند و جابجایی چمدانها را بر عهده دارند. مأموریت اصلی آنها شناسایی سلیمانی. فرمانده نیروی قدس سپاه و همراهانش سوار 2 خودرو می شوند و به سمت محل اصابت حرکت می کنند. در جاده فرودگاه پهپادهای آمریکا 2 موشک هلفایر به سمت خودروی او شلیک می کنند. خودرو منفجر می شود. پایان کار سلیمانی. خودرو دوم سعی می کند از محل بگریزد. تک تیراندازها درگیر می شوند. موشک سوم به خودرو اصابت می کند. خودرو متلاشی می شود. یک مأمور واحد ضد تروریسم کردستان به محل کشته شدن سلیمانی می رود. به سرعت چند عکس می گیرد. نمونه دی ان ای سلیمانی را بر می دارد و در تاریکی شب گم می شود.